ما بخوایم یا نخوایم روییده در این زوالزار جهانی که همه بهارهاش زایده خزان هاست، همه رویدنهاش ثمره بریدن هاست. ما ناگزیرانه از ترس فرعون فرسودگی و دلزدگی چاره نداریم جز این که میله ها رو به نیل بندازیم و بعد چشم امید به اتفاق بدوزیم. اگر اقبال یار بشه، دامن آسیه‌ای شامل حال بشه و این میل برسه به دلداری و به میزبانی که باید، اون وقتی که حتی در این فرعون سرای دنیا هم ذوق ما پر میگیره. و خوشا به حال انسانی که ذوق پر گرفته داره، خوشا به حال انسانی که شوق شعله ور داره. چنین انسانی معجزش شکافتن نیل روزمرگی هاست.